یعنی اشتباه شده. همین بیپولی هم با آدم درد کلونه. تو که به محفل دعوتی همین کوش بری یکی نمیگه همین آدم به همین قیافه به همین کلکتر این کوشه که با پا خود داره ای آی نمازشون غریبی رو به من کرد جان جیگر کوشا تو از کوشا ما بیتر خواب بود. آخ دلم جولان زد و یاد وطن کرد ای جان محبوبه بیا به دست جبار بفتکک. آی نفهمیدم پدر بود یا برادر. لالا بله بیا اینجا بیا اینجا به اشته صدا مقبولی داری خوشم آمده صدا زنده باشه خیلی یاد دارم یعنی فکر کنم به چوربیتی به این منطقه جوره نخوادشته زنده باشه از این منطقه شعرم بلدم آفرین از این منطقی آها مرا میشناسی؟ نه شما نمیشناسم هست من یک از طرفدارا خواستتونم 1 سال و 2 ماه و 3 دقیقه و 1 ثانیه من شما برات تو میگردم که فقط یک چاربیتی به ما بخونی. میفهمید بالا 5000 افغانی من مصرف کردم موتر به موتر منطقه به منطقه بششتم که تا به تو برسم فقط یک چاربیتی بریم بخونی. اشتما ما این طرف داریم تقریبا 1 ماه پیش من خودی دوستا خو از رو تیر میشدم. بله ها شیش به تو به ته دلم این صدا تو غمیت به گوشام شیش که چی بگم بودم خدا نصیب کنه که 1 بار دیگه به این منطقه ما برم فقط صدا و آواز و چاربیتی از این گوش کشم. زنده باشه شنسی که امروز به می سایات درخت من استاده بودم که تو بیامدی تیر شدی. من شما لوکه نشناختم. من میگم از طرفدارا خواستتونم. زنده باشه اسم تو چیه لولو؟ گیلک. چشم گیلک به ته دلم خودی از این چاربیتی یعنی گیلک ما یکی دیگه هم بخونم. خب یکی دیگه هم بخونم. ایوا که شر میکنه ای جان میشا که بر میکنه ای جان دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزمای تا کی بنالم سبزمای. خداحافظ ماما. یعنی ما که چخ شدم دی زنده باشیم. چخ شدم گیلک جو قط بالا و تا دل کوکو خودی تو دیگه ما از این دیگه رفیق شدم فقط امروز میان خدمت برای ما بکن. چه کار مثلا از اینه که من برم تا او سرده با بیام دم این سرده تور پیدا کنم خودی تو رفیق شیم بریم یک تا نشادوری بخوریم. نشادورم بخوردی تا پیسپی ها پیسپی امروز لطف کو فقط بام جوانی امی کوشا خود فقط برای ما به قرض بده. اینا پره برای ما بخریده 6 سال سیری پیه این تنه دیجو فقط برای 1 ساعت دیگه آدم به طرفدار خود چیزی به قرض نمیده. ولی انگام لیست که آره میگم شاخو میدم بری تو این سرمال تو برسی تو این سرمال لما برسو میام پیش تو شماره پا ممقته کو بینو که یک دفعه یونی نام خدا اشت جوانی بودی واقعیت که اشت جوانی بودی سگشتم قط پاتونه دیگه نه گیلک جو من میرم به دکون چی بری تو بستونم چیزه پیسپی و کسکه آنی یک ایدو برو خدای آنی تو به درس را برسی من میرسونم همین جماعی بسته کن. استادن به درد نمیخوره با شاید کسمه تیر شه تو بعذاب کنم تو بخونی خب برسی من میرسونم بخونی خب حد بینی به در خونی تو میرسونم کف ما میخله و ریگا ما خیلی کفشه شما نازوکه. اینا جدید آوردم. جدیده؟ اینا همیت جدیده حد کن استاندم کوشا شما فقط میگی لب کف لب چطوره؟ حالا کن نمی بری تو بودم این سرده ما برم تو این سرده هم تو بیای من پس میام پیش تو دیگه. خوبه بخیر بری خدا حافظ تو. خوبه مدام کچی سرا خو استاده شو هر وقت پشت گوشا خوردیدی جبار دیدی. بله پیدا شدم. کجایی تو؟ چره؟ از تو براتون میگردم. برات مکه چره؟ آخه ما به سر خاله میمونی. به سر خاله من؟ آه چاشتم؟ آه دیگه
من همینجا می آمدم از سهرا می آمدم مرتکاکی می آمدم گفتک برر تو خیلی بد مایم بچم 4 بیتی خوندی و چه کار فلان نه همینجا بشی که من میرم وزوی سرقله میام انا کوشا خور بده به پامه انا من زودی میایم انا به تو پولم میدم کوشا خوب بده با پامه. آی کوشا مرتکاکی بستونده آخه اون کوشا خوب اون روز به تو با 600 خرید پیار مدگه تو برفتی اون کوشا برای 600 بوددی با 100 روپیه. اینو 100 روپیه اینو 100 روپیه قیمت اینونی 50 روپیه. خیلی با پامه میخیلی ریگا کفا ایتا نازک چیز خب تو 600 خوشتر یا 50 روپیه. خب مرتکه نر فیشیدم من کوشا خود میر فیشیدم اون مرتکه دیر جمعی با تو کوشا تو پس میاره. گفتک تو برو ما بزی سرقله برو میام 10 سرا شما بلیا خیلی گمه طول مایم طرفدارتون 4 بیتی خوندی نمیشناختی مرتکه؟ نه سیا پولته بود خود تو خوب گوش کن. آخه تنی تو به خاک شو تو گپ داده کوشا نه و بستونده کوشا کونه بود داده با تو دیگه مگر او به خواب ببینی کیر بخواه ببینم همون مرتکه که کوشا خود داری. چی میفهمیدم میاره مرتکه رقیف ما بوده خیلی سمیمی چیزی شادی گیر کده دیگه کوشا پایو او خدا میدنه اشتا کلاورداری بوده. بابا کلا ندش به سر کو آنی سرقله می بیا بریم اون مرتکه پیدا کده نمیتنی مرتکه با تو دروغ گفته. یعنی تو البته فال میبینی که دروغ گفته بیا بار من اینجا اگه مو دیگه کوشا تو یاد هرچی بستی بگو. تو برینگی پل بیا تو بیا بریم به کجا میری مرتکه نمیشنسی تو اشته دم سرایو بنا دستی بری. نه از این منطقه نیه مرتکه گفتک من تو خیلی مایم او دیر جمع باش دیگه کوشا نمیبینی گیلا با دروغ هم نرو برادی و ندو او پیدا نمیشه. اوه اوه به بیغمی به خیر خوشی اینا رو بپیشی به پا خو کنی به خیر خوشی به خوشی علی و بیغمی به پا خو کنی بروی عقبی به پا اگه گیلک پیار و اینا با پا تو نبینه میفهمی دیگه چه کارو میکنه تو. پیار خو بگو مرتکه خودی چه خوب بگیرفته دوز آمده پا گیلک لیست کرده خوبه او تو کوشا عبد نداری. برین دیگه برگرد دیگه اگه میری بریم سر خوله دیگه بریم چوش میمونی. بابا چه کار میکنین شما روز شوم کردیم یک سر زنگ میزنه که بیاین که ما هم نون خورم بعد دیگه آدم صبح برادر میری کجایی تو؟ می آمدم ای به کجا بودی؟ آدسه شد چطور حادثه؟ آدسه شد اینجا مرتکه که با من گفته که من تو خیلی مایم هر دو لنگه خور بده کوشاره نه من کوشا تو میارم آنالی میگه مرتکه دوزی بیده کلاورداری بیده این کوشا از کی نه؟ مرتکه که کوشا تو به کجاه؟ مرتکه که گفته من بزی سرقله این گپ داده کوشا 600 ببرده. کوشا تو مرتکه عظیمی مردم بچادی بود؟ نه مرتکه سیاه پولته بود منم اشناختم چاقلون به سیاه پولته یعنی که مرتکه نمیشنختی کوشا رو بدیدی به دستی برا خود گفته بگی برا؟ تو خیلی مایم دیگه امیر بدیدی بدی تا نه مرگ نه هیچته کوشا 6.5 سدی تو با پا مرتکه کردی که بره کوشا رو به تو بستونن که سر کلی تو به جای بدر یا مستان خونه خالمه آخ اینا که 50 پیغمبر از این همه رگا میخله به کف پامه نازوک خیلی تو به کجا بدی نبدی خودی او نه این به را گیر کدوم کوشایو سی کدوم. آخه تو کی عقل تو میکشه تو کی میفهمی با سرخوری سنفری بشینی یک که میفهمی به خوردن کجا قولی سنفری به هر جا من 6 تا بچه خود خودم من میشنم که میگم چشه عبست خوب نون میخوری معتادی بوده گونی چیزی به دستی بوده. معتاد مچم چی اگه معتادی هم بوده که از این شیارتری بوده دیگه مثل از این میته دیونه 50 سال سنده تو شد پاد مر سر و کله مر سفید کردی تو آخه به این جا تو بدر نه کله پخلر سکه این ماه به خونه خاله من بره دیشب خور ریکا بوده گوشیشت موام پخ آخه می دستمال الدی به پینه خوب بسته که چی مدل تو بسته میکنی فقط دسته رودیه جلو شو که خون به جوش اگه دیگه تو اید بید غیر اید بید دیگه تو کوش نو با پا خودی دی خوب باز هرچی مستی با من بگو جلو شو الان برو خوب
نه به خوردن خب بفهم، نه به کاسه دوغ بفهم، نه به پخشاب به میه بفهم، به هیچی نه بفهم. نمیشه بخورکش کو بخور. ایپا کجا بودی؟ هیچی تا کجا خودی بچه ها رجی بکنم. اولا کرد بچه ها. برو دام قصه مومالالدین. بگو کوکام گفته 1 کیلو گوشت بده. پولای وجن کی؟ برات پولی الا کنک. برو بگو 1 کیلو گوشت بزغاله ور شما کزان گام بزدم. ما مستمال برام دام قصه بی. من نمیرم دیگه. برو تا روزی بستور بیا. خوبه. اگه پول گفت من ندارم پول. من به زو زنگ زدم گفتم گفت خوبه بیا بابا حال من نمیرم. من مگر برم دیگه سودا بستونم تو برام گوشت از اینجا بستو بیار به سرام بیا. سیه. بفهمیدی چی گفتم؟ زودی بیای با نری برات بچه‌ها شوخی مسخره کنی. دیپک من میفهمم که تو ببری با خورگم میکنی میری یا نمیری اگه نمیری که خود برو نمیکنم میرو. برو دیگه زودی بیایی